мавзӯи дигар мақомоти милитсияи вилояти Суғ ҷиҳати пешгирӣ аз бемории авҷгирифтаи COVID-19 санҷишу назорати беҳдоштиро дар кӯчаи хиёбонҳо, марказҳои хизматрасонӣ, бозор ва ҷойҳои ҷамъиятӣ ба роҳ мондааст. гузориши навбатӣ дар ин хусус маълумот медиҳад. طبق توصیه علمان ساحه طب جهان، رعایت قاعده‌های سانیتاری و گیگین شخصی از طرف شهروندان راهی آسان و دسترس برای پیشگیری از پنه‌شوی بیماری سیرویاتی کرونا ویروس میباشد. کارمندان مقامات کارهای داخلی در ولایت سوخت نظارت را در این سمت جهت حفظ سلامتی اهالی به راه مانده در مرکزهای سودا و خدمترسانی، بازار و جایهای جمعیتی سنجش و چاره‌بینی‌های فهماندهی می‌گذرانند. کارگزاری مذکور در اساس طلبات ستادی ولایتی اوید به پیشگیری و مبارزه ضد کرونا ویروس به راه مانده شده است که مقصد آن بلند نمودن معرفت ضد ویروسی اهالی جهت پیشگیری از بیماری سیرویاتی میباشد. سنجش نوبتی شعبه حفظ ترتیبات جمعیتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت حالتهای نگران کننده رعایت نگشتن قاعده‌های حفظ کننده از ویروس را در حدود ناحیه باباجان غفورов آشکار نموده بهر رفع کمبودی‌ها کارهای فهماندهی گذرانید. چنانچه در دو آشخانه در شهرهای خوجند غفورov فعالیت داشته هم آشپزها و هم پیشخدمتان را مشاهده کردن ممکن بود که قاعده‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کردند. بر زمین با مقصد پیشگیری از این بیماری مأموریت آشخانه‌ها چاره‌جویی نکرده گوشه سانیتاری که آنجا با محلول‌های آنتیسپتیکی و دستگاه حرارتسنج به مزاج خدمت رسانند جای نداشت. گروه کاری همین گونه وضعیت نگران کننده را در حدود بازار مرکزی ناحیه فراوان به قید گرفت. اگر بعضی از فروشنده‌های نقطه سودا بپروایانه به نقاب محافظتی و دیگر لوازمات بهداشتی مشغول سودا بودند، در گرد و اطراف بازار اکثر شهروندان را هم دیدن ممکن بود که در حفظ سلامتی خود به اهمیتی ظاهر می‌نمودند. شاید جدی مناسبت نکردن ماموریت بازار با مسئله مذکور و نبردن کارهای ترغیباتی به چنین خنک نظری‌ها مساعدت کرده باشد، زیرا طوری که عیان گشت در حدود بازار یگان لوحه ترغیباتی که از خوف و خطر کووید-19 شهروندان را آگاه نماید و به آنها جهت رعایت گیگین شخصی یا مسافه اجتماعی دستور دهد دیده نمیشد. اوید دیگر چاره‌های بهداشتی که باید ماموریت بازار بیاندیشد به مانند تشکیل گوشه نظارتی و بی‌ضررگردانی حاجتی سخن کردن نیست. هیئت کاری به قاعده ویران کنندگان کارهای فهماندهی گذرانیدند. به همین مانند در شهر خوجند نیز در چندی از نقطه‌های خدمترسانی از جمله آشخانه و نانوایخانه‌ها ضمن سنجش کمبودی‌های به مثل به اینوبت نگرفتن توصیه طبیبان جهت استفاده کردن از نقاب و دستپوش و دیگر لوازمات بهداشتی به مشاهده رسید. با منظور این گزارش مقامات میلیسیا همچون عضو ستاد اوید به پیشگیری و مبارزه ضد کرونا ویروس بار دیگر از تمام شهروندان خواهش و طلب می‌نماید که در حفظ سلامتی بی‌پروا نباشند، قاعده‌های سانیتاری و گیگین شخصی را قطعاً رعایت نمایند.